به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. هر کسی میشنید اون حرفها رو میفهمید که در زیر ظاهر این حرفها یک حقیقت دیگری وجود داره. کاری نتوانستن انجام بدن، به مقصودی که داشتن نتوانستن برسن. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن، بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود. اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه به مراکز مهم آمریکا در منطقه و علیه آنها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است. در آینده هم این حادثه قابل تکرار است در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود.